سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز قراره که من سعی کنم کتاب قلعه متحرک هاول رو بخونم توی این 1 ساعتی که میخوام رمان بخونم و واقعا امیدوارم که تمامش کنم چون خیلی داره میره رو مخم. تا اینجا خوندم و 2 هفته است که دارم میخونمش و هنوز تمامش نکردم و یه چالش برای خودم گذاشتم که روزی 1 ساعت رمان و روزی نیم ساعت ناداستان بخونم و توی این ولاگا قراره که این روند رو با شما هم به اشتراک بذارم. امیدوارم که خوشتون بیاد و ممنون که دارین تماشا میکنین. برای این 1 ساعت و نیمی که میخوام کتاب بخونم در نظر گرفتم که نیم ساعت کتاب بخونم و یه 3-4 دقیقه وسطش استراحت کنم و به شما گزارش بدم. به خاطر اینکه من اصلا عادت ندارم به کتاب خوندن تو ساعات طولانی و این اصلا واسه یه نویسنده خوب نیست. به هر حال کتاب مورد نظر آوردم. حالا قسمت ناداستان که برسیم انتخاب میکنم چه کتابی میخوام بخونم، هنوز نمیدونم. قمقمه آبم آوردم. حتما وقتی میخواین ساعت طولانی کاری انجام بدین قمقمه آبتون کنارتون داشته باشین. و چون من تایمر ندارم مجبورم با ساعت مچین تایممو بگیرم. آره فکر کنم همه چی آماده است دیگه. ساعت اول با موفقیت تمام کردم. بعد بگم خیلی خوابم گرفته چون قلعه متحرک هاول کلا یه داستانی داره که خیلی شبیه قصه است. یعنی اصلا قلم نویسنده‌ش هم واقعا به نظر من خیلی بیشتر شبیه قصه است و خیلی باعث میشه آدم خوابش بگیره. یعنی اصلا اون هیجانی که رمانای الان دارن و نداره و خب این خیلی طبیعیه به خاطر اینکه این داستان یه مقدار قدیمیه. یعنی حدوداً فکر کنم 1980 خورده‌ای بوده که نوشته شده و چاپ شده و خیلی هم میتونم بگم فضای خیلی جادویی داره. یعنی جادویی منظورم اینه که فضاش یه مقداری حتی به سور عالم کشیده میشه چون خیلی چیزا اصلا منطق نداره توش. در کل من احساس میکنم که انیمه‌شو خیلی بیشتر از خود کتابش دوست داشتم. الانم واقعا یه مقداری دارم اذیت میشم سر خوندنش با وجود اینکه قلمش خیلی نرمه، واقعا شبیه قصه است، قصه واری داره پیش میره، اما خیلی خوابم میگیره. یعنی الان قشنگ واقعا خوابم میگیره. من متوجه شدین یا نه از خستگی چشام قشنگ خوابم گرفته. ولی خب اشکالی نداره، ما ادامه میدیم. نیم ساعت دومم میخونم. فکر کنم نیم ساعت دومم بتونم 20 صفحه دیگه بخونم که هول و هوشن میشه 40 صفحه رو هم دیگه. امیدوارم بتونم بیشتر از 20 صفحه بخونم. میخواستم تموم کنم امروز ولی تازه رسیدم وسطش. تقریبا فکر کنم یه 3-4 یعنی استراحتی که باید میکردم و کردم. یه ذره آب بخورم میرم سراغ بقیه‌اش.
ساعت دومم تموم شد و من 20 صفحه دیگم از قلعه متحرک هاول خوندم و واقعا توی این 20 صفحه همه چی عوض شد. یعنی نمیدونم صفحه چند بود، یعنی تقریبا تا صفحه 121ش برای من همه چی خیلی خوابال و خیلی کند پیش رفت، اما یه اتفاقی افتاد که واقعا درگام ریخت و اصلا توی انیمم نبودی همچین چیزی و من واقعا درگام ریخت. نمیدونم بگم اسپویل کنم یا نگم، میخوام بگم چون خیلی تعجب، یعنی واقعا درگام ریخت. بزنین جلو اگه فکر میکنین که میخواین بخونین و فکر میکنین که قرار اسپویل بشین. اون در سیاهر یادتونه که توی انیمه هاول پیچش میرفت روی درجه سیاهی و وارد سیاهی میشد، توی کتاب اون جای سیاهه وصل میشد به دنیای خودمون و هاول با صوفی و مایکل اومد توی دنیای خودمون و یه خواهر داشت، یه خواهرزاده داشت، 2 تا خواهرزاده داشت، ماشین داشت، دکترا داشت میگرفت، دانشگاه رفته بود و همه اینا رو از دیده و پسر این تیکش خیلی بامزه بود که این خواهرزادش پسر بود، یه پسر فکر کنم تقریبا میشد گفت یا دبستانی بود یا فکر کنم دبیرستانی بود، بعد داشت با دوستش گیم بازی میکرد وسط اتاق و گیم خیلی جالب بود. چرا؟ به خاطر اینکه گیم انگار فضای خود قلعه متحرک هاول رو داشت. پشمام ریخت و اصلا این فصلش واقعا همه چی رو عوض کرد، گیم چینجر که میگن به همین میگن ها. و اصلا یه خواب از سرم پرید، من اینجوری بودم که بابا پشمام. خوب بود، داره نظرم عوض میشه نسبت به کتابش و اینکه هاولم هر دفعه که میخونیم قشنگ اینجوریه که خیلی شخصیت زنده تری داره نسبت به انیمه. البته من انیمش خیلی کیوت بود، یعنی هاول توی انیمه خیلی هاول مهربون و کیوت و گوگولی بود، ولی هاول اینجا اصلا مهربون و کیوت و گوگولی نیست. یعنی خیلی اتفاقا شخصیت باحالی داره، چون قر که میزنه کلسیر خدای با مهزاد قاطی کردم، کالسیفر خیلی قر میزنه. اسم کالسیفر اشتباه که نگم، کلسیفر یا بکنم کلسیفر یا کالسیفر بود. حالا توی انیمه بیشتر بهش میگفتن کالسیفر اگه اشتباه نکنم. اما به هر حال برای ناداستان من 2 تا کتاب در نظر داشتم که بخونم و نمیدونم کدومو بخونم. یکی آدمای بسیار حساسه که راجع به آدمایی که HSP ها آدمایی که بسیار حساسن، حالا چه به محیط چه به مثلا حرف دیگران. یعنی مثلا ممکنه که خیلی سریع ناراحت بشن یا خیلی سریع متوجه یه سری چیزا بشن که بقیه نمیشن و در کل آدمایی که نسبت به بقیه حواس قوی‌تری دارن و آدمایی که یعنی تا اونجایی که متوجه شدم حالا توی گوگل و اینجور چیزا جاهای مختلف خوندم، آدمای HSP خیلی هم سریع خسته میشن، هم اینکه مثلا وقتی میرن بیرون توی جامعه و اینا خیلی زود باتریشون تموم میشه، حتی اگه برونگرا باشن خیلی زود باتریشون تموم میشه و دوباره بعد برگردن تو خونه تا یه مدتی حالا شارژ بشن و دوباره بتونن برگردن تو جامعه. و میدونین من احساس میکنم که حالا خیلی یه سری از علائم HSP ها رو دارن و دلیل اینکه میخواستم این کتاب بخونم همین. اما کتاب دومی که میخوام بخونم راه هنرمنده که جولیا کامرون نوشته و این کتاب من تازه خریدم، دست دوم خریدم و نمیدونم الان کدومو بخونم و احتمالاً بندازمشون توی، یعنی اسمشون رو بنویسم و بندازمشون توی کاسه چیزی ببینم کدومو باید بخونم. تا من دارم این برگه ها رو آماده میکنم که یه جورایی بفهمم چی باید بخونم، میتونیم یه ذره با هم دیگه حرف بزنیم. راستشو بخواین من واقعا توی خوندن خیلی تنبلم، یعنی واقعا خوندن برام خیلی سخت‌تر از نوشتنه و این خیلی عجیبه به خاطر اینکه اکثر نویسنده‌ها برعکسن. یعنی اکثر نویسنده‌ها اینجوریان که کتاب خوندن خیلی براشون راحت‌تر از نوشتنه، اما من کاملا این قضیه واسم برعکسه. حتی یه وقت با خودم اینجوریم که من بشینم بنویسم که از زیر کتاب خوندن در برم و خیلی یعنی به نظر من جفتش باید تو تعادل باشه، نه آدم خیلی کتاب بخونه چیزی ننویسه اگه میخواد نویسنده بشه، یا اینکه کلا اصلا هیچی نخونه یا بنویسه. البته اینا میگم که خیلی بستگی داره به اینکه آدم چه سبکی داشته باشه، ولی به هر حال من احساس می‌کنم خیلی کم کتاب خوندم و برای همین این چالش رو انداختم مثلا که بتونم یه ذره کتاب بیشتری بخونم. خب آدم‌های بسیار حساس
این یکی هم راه هنرمند داره. خب نوشتم توی 2 تا برگه، الان تاشون میکنم و مخلوط میکنم با هم دیگه تا ببینم چی باید بخونم. آره داشتم میگفتم یکی از چیزایی که به نظر من حالا شاید باعث خوشحالیه اینه که من تا حالا شاید مثلا کمتر از 200 جلد، یعنی همه مجموعه هایی که با هم دیگه خوندم و همه اینا رو با هم دیگه حساب کنیم فکر کنم کمتر از 200 جلده که من کتاب، یعنی به 200 تا نمیرسه. و با این وجود که انقدر کم کتاب خوندم، اکثر کسایی که داستانامو میخونن، داستان کوتاهامو میخونن یا مثلا داستان بلندامو، حالا کسایی که به نزدیکترن میخونن، میگن که خیلی قلم پخته‌ای داری و قلمت خوبه، ما قلمت رو دوست داریم و این خیلی واقعا واسه من باعث خوشحالیه، با اینکه من این همه کتاب نخوندم، کتاب کم خوندم، ولی از قلمم تعریف میکنن و من دوست دارم. واقعا خیلی به نظر واقعا این قضیه رو دوست دارم. خب من دارم اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنم تا انتخاب کنیم ببینیم من چی باید بخونم. مثلا خب اینو برداشتم، بسم الله الرحمن الرحیم. راه هنرمند. خب پس بعد راه هنرمند رو بخونم و آدم‌های بسیار حساس می‌ذارم بعد از راه هنرمند. ساعت سومم تموم کردم و باید بگم که از همین الان عاشق این کتاب شدم، چون به نظرم خیلی کتاب جالبی میاد، مخصوصا برای هنرمندا، همه جور هنرمندی، چه نویسنده، چه نقاش، چه موزیسین، چه حالا بازیگر تئاتر، چه بازیگر، چه حتی تولید کننده های محتوا که نیاز به خلاقیت دارن. به خاطر اینکه این کتاب یه جورایی انگار داره یه کاری میکنه که ماها با هنرمند درونمون آشتی کنیم و این آشتی انگار منجر به این میشه که اون خلاقیت راهش به سوی ما خیلی بازتر بشه. یعنی به درد کسایی میخوره که احساس میکنن دیگه نمیتونن مثل قبل خلاق باشن و انگار این یه سدی جلوشون وجود داره که نمیتونن مثل قبل بنویسن یا اثر هنری خلق کنن. و کلا توی این 21 صفحه‌ای که خوندم، تو پرانتز از نیم ساعت بیشتر طول کشید، دقیقاً سر همون نیم ساعت 20 صفحه خوندم، ولی به هر حال چی داشتم میگفتم مثلا، به هر حال داشت یه چیزای خیلی جالبی داشت میگفت توی این 21 صفحه و یکی از چیزایی که خیلی برای من جالب بود این بود که میگفت ما باید خالق رو با هنرمند یکی بدونیم، یعنی این دوتا واژه یه جورایی مثلا مساوی همدیگه باشن. و اینجا هم من این نوت واسه خودم نوشتم، چون این در واقع یه چیزیه که من مدت هاست شاید بهش فکر میکنم و از وقتی که خیلی بیشتر مینویسم من بیشتر به این قضیه فکر میکردم که در واقع ما هنرمنده، حالا نویسنده ها، نقاش ها، هر جور هنرمندی وقتی یک اثری رو درست میکنه در واقع داره خلقش میکنه و در واقع یه جورایی میشه خالق اون اثر. و من اینو خیلی تجربه کردم، مخصوصا از وقتی که گفتم بیشتر حالا نوشتم و از هلوهوش شاید مثلا 5-6-4 سال پیش فکر کنم بود که واقعا متوجه شدم انگار این شخصیت هایی که من توی وجودم ساختم اینا واقعا تو وجود من وجود دارن، نفس میکشن، زندن تو وجود من و خیلی 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 حس قشنگیه. یعنی این که حس کنی مثلا نمیتونم بگم، اصلا یه حسیه که نمیشه واقعا توصیفش کرد، به خاطر اینکه انگار یه جهان، یه دنیا داخل تو وجود داره و زنده است و تو میتونی زنده بودنشون رو احساس کنی، میتونی احساس کنی که اونا هم دارن داخل تو نفس میکشن و خیلی حس عجیبیه، خیلی خیلی حس عجیبیه. و برای همین من واقعا از چند سال پیش با خودم اینجوری بودم که شاید واقعا ماها هم خالقیم، شاید خالق ما هم خودش یه هنرمند باشه، خودش مثلا نویسنده باشه
و خیلی جالب بود که از همین اول این کتابم اینجوری بود که آره یه همچین چیزی هست، یعنی عقیده این کتابم یه همچین چیزی بود و خیلی نقل قولای جالبی هم نوشته. این گوشه‌های کتابش معمولا نقل قول داره و مثلا یکی از نقل قولاش از پوچینیه. پوچینی فکر میکنم که حالا یه موزیسین باشه، خیلی اطلاع ندارم ولی اسمش آشناست و توی این نقل قولش هم اشاره کرده که اپرا داره مینویسه. میگه که خدای موسیقی این اپرا مادام باترفلای رو به من دیکته کرد، من فقط وسیله‌ای بودم تا آن بر روی صفحه کاغذ بیاید و در اختیار عموم قرار بگیرد. خیلی جالبه، واقعا خیلی جالبه، کتاب خیلی خوبیه. من به همه کسایی که هنر کار میکنن پیشنهاد میدم که حتما بخونن. خودم فقط 21 صفحه خوندم ولی از همین اول خیلی جالب بود. انشالله در روزهای آتی گزارش‌های فراوان‌تری به شما خواهم داد که این کتاب چیه، چجوریه. خب این اولین ولاگی بود که من از این چالشی که با خودم گذاشتم گرفته بودم. خوشحال میشم که برای من بازخورا رو بنویسید، خیلی دوست دارم که نظراتتون رو بدونم و امیدوارم که اگه بتونم یه همچین چیزی رو ادامه بدم هر روز باشه و هر روز بتونم ادامه بدم، چون خیلی به من خوش گذشت امروز. و مرسی که تا اینجا نگاه کردین و خداحافظ، مواظب خودتون باشین. خداحافظ.